حکومت تاجیکستان را چه تغییر و دگرگونی‌ها در انتظار است؟ رئیس جمهور امام علی رحمان بعد از مراسم سوگند یادکنی در روز 16 نوامبر به ساختار حکومت تغییر وارد خواهد کرد و آیا کادرهای نو را روی کار خواهد آورد؟ حکومت تاجیکستان به اصلاحات در کدام ساحه‌ها نیاز دارد و به کدام ساحه‌ها باید برتری دهد؟ شنوندگان ارجمند سلام. در نشر نوبتی مجله چشمانداز پاسخ به این سوالها را جستجو خواهیم کرد، البته همراه با مهمانهایمان در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه: سیمودین دوستوف، رهبر سازمان ایندم و تحلیلگر مسائل سیاسی، و دلشد مولایف، کارشناس مسائل حقوق و نامزد علم‌های حقوق. مهمانان گرامی، به چشمانداز رادیوی آزادی خوش آمدید. بعد از انتخابات رئیس جمهور نو بر پایه بند 74 قانون اساسی تاجیکستان، حکومت به استعفا می رود. رئیس جمهور باید هیئت نوی وزیران و رئیسان کمیته ها را برای بحث و بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد نماید و تا کجا موفق شدن دور نوی 7 ساله رئیس جمهور امام علی رحمان از چگونه و تا کجا حرفه‌ای و صاحب تجربه و ذکی و دوراندیش بودن اعضای حکومت وابسته است. اما خوب، حکومت نو از کدام برد و باخت‌هایش باید سبق بگیرد؟ با کدام ساحه‌ها برتری دهد؟ کدام بخش‌ها امروز به اصلاحات جدی نیاز دارند؟ صحبت را از همین موضوع شروع میکنیم و میخواستم اول نظری سیدمودین دوستوف را در این باره بشنویم. بله، تغییرات کادری نو، تغییرات ساختاری نو البته رو خواهد داد، ولی مسئله اساسی آن است که کیها به سری منصب می آیند و آیا این نفرها آن وظیفه های عمومی ملی که در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ایستاده است اجرا کرده می توانند یا نه؟ این سوال روز است. از نگاه شما کدام بخش ها یا کدام ساحه های امروز اقتصاد تاجیکستان یا خواجگی خلق تاجیکستان به اصلاحات نیاز دارد؟ من فکر میکنم که امروز تقریبا همه ساحه های خواجگی خلق تاجیکستان و همچنین اداره دولت در تاجیکستان با اصلاحات جدی نیاز دارد، ولی مهمترین بخش در این تیر ماه و زمستان و برای چند سال دیگر هم بخش انرژتیک می باشد. امروز وزارت انرژتیک و صنعت فلج است. برق تاجیک تنها از حساب انداز بیش از 700 میلیون سامانی قرضدار است و همچنین برق تاجیک به یک شرکت شوشتنی پولهای مردم تبدیل یافته است. خب، دلشد مولایف، کارشناس مسائل حقوق و نامزد علمی حقوق، هم فکر میکنم که در این باره عقیده خود را دارد. بله، اما همراهم با همکسبم سیمودین دوستوف وابسته به اون که همه ساحه ها نیاز به یک نوع اصلاحات دارند، اما همین کلمه اصلاحات خود نیز یک زبان زده شده است و تا یک اندازه جنبه منفی قبول کرده است. به کدام خاطر؟ یعنی که اصلاحات تنها یک همون رفرم، همون اصلاحات تنها به خاطر اصلاحات نباید شود. اصلاحات تنها به خاطر بهبودی بخشیدن و امور مشخصی ساحه باید که عملی کرده شود. یعنی که ما باید که همین کلمه تغییر تیم از نقطه نظر فیلولوژی و گویم که باید بهبودی بخشیدن به ساحه مشخص باشد تا در روانیت همون شخصایی که در رأس این وزارتخانه ها قرار میگیرند باید حتما همین عامل، یعنی که بهبودی بخشیدن و تا یک اندازه ثمرناک نمودن فعالیت خود باید همه وقت در روانیت آنها قرار گیرد. خب، بیاید حالا ببینیم که ساکنان دوشنبه به سوال ما درباره انتظاراتشان از تغییرات در حکومت چی پاسخ دادند و سپس صحبت را ادامه می‌دهیم. در فعالیت کاری خود ما میدونیم که یک وزیر از اینجا گرفته یعنی به یک جای دیگر گذرانده می شود. باز به فکر من که باز همون کارها می شود، اینش از اینجا گرفته و اینجا گذاشته می شود. دیگر چیز رو یعنی انتظارم شدن ممکن نیست. ما از حالت برهان شهروندی، از حالت گویم نتایج جنگ شهروندی که در سالهای 90 بود برآمده و اگر به نشاندادهای آماره رسمی باور کنیم، اکثر کارخانه ها امروز از حالت برهانی برآمده‌اند. اکنون ما برای نیاز داریم که
дар шароити зиндагии рӯзмарра тавонанд ки ҳар сохторе ки бошад рушд диҳанд. агар ҳамин вазирҳо ҳам ку иваз шаванду ҳамин муҳоҷирата кам кунанду ҳамун ақаллан ҳамун ямо русия бурин кам тараф овоз баланд кардана ёд гиранд. саймуддин, ҳоло дар маҳофили сиёсии Тоҷикистон аз истеъфои сарвазир ва ба ҷои ӯ омадани волии вилояти Суғд, аз тағйироти ҷиддӣ дар сохторҳои қудрати аз ҷумла истеъфои вазири дифоъ ҳадсҳо зада мешавад. шумо дар ин бора чӣ андеша доред? оё дар бораи дигар тағйирот ва зуҳур кардани чеҳраҳои нав ҳам сару садоҳо ҳастанд? تحلیل تقریبا 20 سالی راهبری او، الگوریتم قبول قرارها از جانب او، تحلیل ترکیب شخصیت او نشان میدهند که او البته یک راهبر است که از راهبری سختگیر است که از مدل افطاریتاریسم اداره دولت کار میگیرد و بدون شبهه تعیینات سروزیر هم این انتخاب او خواهد بود و فکر میکنم که در این مسئله او البته با عامل جغرافی زیاد پایبند است و شاید یکی از راهبران کلان‌های خوجند البته سر قدرت بیایند، ولی من فکر میکنم که این کار کلاً اشتباه است. سروزیر در تاجیکستان البته یک وظیفه تکنیکی است، ولی در خیلی مسئله ها میتواند حل کننده باشد. بنابراین من به حیث یک شهروند و کارشناس البته یک سروزیر 35-40 ساله را دیدن میخواستم که از روندهای جهانی شوی با خبر بوده، ختم کرده یکی از دانشگاه های عالی بیرون از کشور باشد. متاسفانه در رده آنهایی که پرزیدنت امامعلی رحمان آنها را میتواند سروزیر انتخاب کنند همچنین ها نیستند. باز یک نفر دیگری از نسل کهنه سر قدرت به مسند سروزیری خواهد نشست. آنکه درباره وزیر مدافع شیرعلی خیراللهیف می رود، البته سهم شیرعلی خیراللهیف در بنیاد ارتش ملی خیلی بزرگ است، همگونه که سهم او در تابع روسیه کردن محیط سیاسی تاجیکستان، ارتش تاجیکستان هم خیلی زیاد است و فکر میکنم که این کار حتی نابخشیدنی است. ولی پرزیدنت امامعلی رحمان نفر است که از یارانش بسیار گذشت میکند. فکر میکنم که شیرعلی خیراللهیف با یکی از وظیفه های دیگری غیر کلیدی تعیین خواهد شد. برای من پیش از همه البته تیم اقتصادی حکومت امامعلی رحمان و چهره هایی که به آن خواهد آمد اصلا معین کننده است. من فکر میکنم که امروز وقتی آن رسیده که تیم اقتصادی کشور 100% عوض کرده شود و یک سن سالی مشخص گذاشتم. من فکر میکنم که از و طریق عاقلانه هم نیست. خیلی مهم است که با این حکومت آینده شخصانی بیایند که درد همین ملت با تمام روانیتش با تمام جسمشون حس میکنند، یعنی که رشته معنوی مکاتباتی بردوام با همین ملت دارند، از محیط عمومی ملی، از اندیشه های عمومی ملی کنده نیستند، همه علم های ملت خوب میدونند و انتظاری های مردم درک میکنند. اینا هستن. سین سال من فکر میکنم که در اینجا کلیدی نیست، چون که خیلی هستن جوانایی که تنها با خاطر معلومات خوب داشتن میتونند که فراست اداروی کسب نکرده باشند. یک نوع میف شده است، به یک افسانه خیلی تحکرسیدار مبادل شده است، اونی که حتما باید که در وزارت مشخص، در مقام وکالتداری مشخصی دولتی صاحب کسب همون صاحب بیاید یا اینکه همون با همون معلومات. من فکر میکنم که در رأس وزارت مدافع، در رأس وزارت تندرستی شخص، در رأس وزارت خارجگی قشلاق، در رأس وزارت هایی که تخصصی مشخصه طلب میکنن شرط نیست که همین مثلا دکتر بیاید، حربی بیاید یا اینکه یگون شخصی که خارجگی قشلاق داند اون بیاید. امروز کلانترین بخش اقتصادی ملی تاجیکستان بخش خواجگی خلق این مهاجرت کاری است. حدود 1,200,000 نفر در مهاجرت کاری هستند که با تاجیکستان سالانه بیش از 3.6 میلیارد دلار آمریکایی مبلغ میارند. همزمان آنها
حدود 1.2 میلیارد دلار دیگر با مقامات نظارتی روسیه خلاص پولی میسپارند. این نتیجه چیست؟ این نتیجه اون است که در صدر خدمات مهاجرت یک نفر هست که از روی تخصص میلیسه است ولی سیاست بین دولت ها را نمیفهمد. یک نفر است که در تاجیکستان دانشگاه را ختم کرده است و از روندهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای آگاه نیست و در نتیجه تاجیکستان مهاجران تاجیک بنابر دو اینستیتوت، یک اینستیتوتی با قیدگیری و یک دیگر اینستیتوت با قیدگیری در محل زیست و دیگر اینستیتوتی دریافت اجازه کار، تاجیکستان هم از حدود 2 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. خب تشکر از همصحبت‌های امروزمان و در آخر من می‌خواستم که هر کدام شما سیم الدین و دلشاد کوتاه با 2-3 جمله شاید تمنا یا که آرزو یا انتظارات خود را از حکومت نوی تاجیکستان ابراز بکنید. البته انتظاری من از جناب پرزیدنت و رئیس حکومت تاجیکستان این است که تغییرات ساختاری جدی را براه خواهد ماند و ضمن انتخاب کادرها وابسته به مسئله های و که در نزد ملت ایستاده اند کادرها را جابجا گذاری بکنند. اگر پرزیدنت گفتند که بیرون شدن از بنبست کمونیکاسیونی شرط زنده ماندن دولتدار ملی تاجیکان است و اگر پرزیدنت میگویند که استقلالیت امنیت آذوقه‌واری یکی از وظیفه‌های اساسی دولت هست، اگر پرزیدنت میگوید که استقلالیت انرژتیکی باید در تاجیکستان تأمین شود، پس باید در این ساحه ها نفران سری کار بیایند که واقعا دانش‌های زمانوی داشته، ملکه‌های تخصصی آنها بسنده است. بله تشکر و دلشاد. شخصانی باید روی کار بیایند و تمنیات من نیز همین است که همه وقت یک نوع همبستگی با جامعه حس کنند. اونا حتما مطمئن باشند که اون حکومتی که اونا دارند اساسی صاحب اختیاری اونا است، یعنی که حکومت دولتی از خلق عزتمند تاجیکستان میگیرند و با نظر داشت همون رشته معنویه که اینا باید با هم همبستگی تشکل دهد، همین فراموش نسازند. تشکر به مهمانان چشمانداز آزادی سیم الدین دوستوف، رهبر سازمان ایندم کارشناس مسائل سیاسی و دلشاد مولایف، کارشناس مسائل حقوق و نامزد علم‌های حقوق که نظر خود را درباره حکومت نوی تاجیکستان بعد از پیروزی امام علی رحمان در انتخابات نوی ریاست جمهوری بیان کردند. تا برنامه دیگر و تا چشماندازی دیگر، خدا نگهبانتان.